دیدین یه سریا که تو بازار پولشون از پارو بالا میره، میگن ما از اولش چیزی نداشتیم، رو پای خودمون وایسادیم و خود ساخته ایم و به اینجا رسیدیم. اینا یه چیزی رو به شما نمیگن. اونم اینه که همه اینا یه برادر داشتن که یه روزی دستشون رو گرفت بردشون پیش حاجی بازاری، ضمانتشون رو کرد که بهش کار بسپارن. اینا هیچ موقع به شما نمیگن که پدری داشتن که تا قبل از اینکه به جایی برسن خرجشون رو میداده، تو خونه بابای بزرگ شدن. اینا همش کمکاییه که آدمای دورمون بهمون میکنن. جان مکسول تو کتابش میگه آدم تا زمانی که بزرگ میشه از بچگی دسته دسته آدمای متفاوتی دورش میان و از اونا تأثیر میپذیره، ازشون یاد میگیره. منم همچین کسایی تو زندگیم داشتم. اگه تو هم همچین برادری تو زندگیت داری قدرشو بدون.